پسرم. چشم و دلی مرا کشادی. مادر جان، 1000 بار شکر. این خواب و خیال نبوده است. عمر بای ببین کی آمد. بیا ببین. میبینی وقتی با تو گفته بودم تو باور نکرده بودی. پسرم خوش آمدی. چیزی را اعتراف کرد جاهید؟ نه، هنوز به گپ ندر آمده است. کمتر دیگر به من وقت دهید. تو خسته شده ای جاهید. اکنون استنطاق را جانی دوام میدهد به همه طرز و اصولی که ما در اختیار داریم. من هم در استنطاق اشتراک کردن میخواهم. ولی جانی هر کی را که به کارش شریک میشود خوش ندارد. خب از این وضعیت استاد خبر دارد؟ آمدن او را انتظارم. همین که آمد وضعیت را با او میگویم. میبینیم تا آمدن او جانی به چی موفق شده میتواند. تو که آمدی چشمان ما روشن شد. بگیر جانم. از خودی سحر پدرت اصرار دارد که بوریک بپزم. اکنون فهمیدم که برای چی اصرار داشته است. هیچ سیر بای نمیدهد. انسان مگر یک دهن نمیگوید که کی بگاهی می آید. دیدی پسرم باز ما گناهگار. عذر میخواهم پدر جان. دستان درد را نبیند مادر جان. بسیار یاد کرده بودم. آشد شود جانی مادر. تیمور وقتی که بازیچه های الیف را آورده بود بوریک پخته بوده ای. کمتر برای من برده بود. تو که پخته بوده ای آن را بکشیده خوردم. قریب بود که انگشت هایم را هم بخورم. دخترم لیلا رو هم آموزاندم. اکنونو برای تو میپزد. الهی عمرش دراز باد. ما را تنها نگذاشت. نبودن تو او را هم خواطر کرد. کوشش میکرد که با ما و الیف دردش را فرو نشاند. عمر بای گفت از پی زندگیش بشود، اما آفرینش که هیچ راضی نشد. انا تو هم آمدی پسرم. لیلا را دعوت کنیم بیاید. مادر جان حاضر نه. الیف و صفیه شاید باشند. مادر التماس آنها هنوز نمیدانند.
خوش آمدید. خوش آمدید دخترم. سلامت باشید. به درون نمیدروی؟ دیر شد، من میروم. نه اما خواهش میکنم نروی. مهلش نمیروم. شب بخیر جونکم. پدر برای به الیف گفتن توانستنمون درون به درون میسوزم. عمر بوی صبور باش خانم. بیا قولی که به پولاد داده ایم فراموش نکنیم. خواب الیف برد. دروز کشید و خوبش برد. خیریت که تو هستی دخترم. وقتی که الیف آمدن تو رو میشنود روحت رو پاییده میشیند. چیزی عذابت میدید دخترم؟ من کوششی درباره پدرش صحبت کردن کنم، او مثل پیشتر با خشم جواب میدهد. حاضر هم در خوابش پدر گفت. فکر دارم که برای شما اگر تشویش نباشد او رو به نزد یگان روانشناس ببرم. کنی کمتر صبر بکنیم. شاید با مرور زمان گذرد. در آذربایجان تمام دولت از تو میپرسید جنابی کمال الدین تو برای چی از پیکارت نیستی؟ من مجبور بودم در یک مجلسی که به اسرائیل مربوط بود شرکت بورزم رسکال. از نااهده برای تو قره از دنبال ما تا به ایران رفت. همه نقشه هایم را برباد داد. اکنون چی کار میکنیم کمال الدین؟ پروا نکن. من آنها را چنان که میباید جزا میدیم. وقتی که قره به آذربایجان آمده بود با بختیار نام شخصی ملاقات کرده بود. او را ما گرفتیم. حاضر در کجاست؟ من او را در یک جای مخصوص نگاه میدارم. باوری دارم که قره برای او حتما به آذربایجان برمیگردد. ایوان رسکال برای تو خبری خوش دارد. تو را من در آذربایجان انتظارم. وقتی از قره انتقام گرفتنت آمده است. تا آخری بشکی رفتید به سرحد ترکیه میرسید. پیاده 1 ساعت میروید. مرد راه باید راهش را بپیماید. ایواز رفتیم. از خانه زنگ میزنند. گپ زن. از من به بختیار سلام بگو. گوش میکنم. اینک تا بازدید وقتی خیر و خوش هم فرا رسید. جوانان محترم، جوان مردی که شما کردید فراموش ناشدنی است. صبر باشید، انتظار بشوید. وقت و ساعت شما هم فرا میرسد. آقای بختیار را گرفتند. چه ها میگویی ایواز؟ او را به ماشین سوار کرده بردند.
این هر کجا باشد با کمالدین ارتباط دارد. بیاید میرویم تا این کار را به فرجام برسانیم. اکنون رفتیم. بشینید با ماشین. رفتیم. تیمور، اوچبه بختیار آذربایجانی را دزدیدند. تو در کجایی؟ من به مرز ایران ترکیه نزدیکم. فوراً به آذربایجان میگذرم. پیر را خبردار بکن. فهم قره. یاردم لازم؟ من به چی روبرو میشوم حاضر نمیدانم. فهمو. اگر پیر یگان فرمایش دهد به تو میرسانم. فهمیدم. تیز بیرون پسرم. بختیار را انتظار نکنیم. بیا. сарвари биржаи лондон томсон ролет фардо бо тайёраи махсус ба истанбул меояд ҷаноб. муайян кардем ки бо шиносномаи сохта ворид мешавад. бисёр хуб. бо ки дар куҷо мулоқот карданашро медонед? ҳанӯз муайян накардаем. он одамро дар даромадгоҳи истанбул медоред акиф? ҷаноб, то бегоҳ таъқиб карда муайян мекунем ки дар истанбул бо ки вомехӯрад. не, то бегоҳ интизор намешавем. барои фаъолиятҳои финансии мо он одам ба мо аз худи саҳар дар кор аст. фаҳмо ҷаноб. шумо он одамро ки дастгир кардед, ташкилотҳои финансии мо дар биржаи лондон ба бартарӣ соҳиб мешавад. ту ҳам пас он сирф бо фармони ман амал бикун. баъди ӯро доштан дар куҷо нигоҳ медорем ҷаноб? аз дидани зебоиҳои истанбул мутмаинам ки пояш заминро намебинад акиф. ҳамаашро фаҳмидам ҷаноб. то хабар аз ман нагиред, пои ӯ бояд заминро набинад. ҷаноб, аз қара хабар аст. учбеи бахтиёри озарбойҷонии моро дуздида буданд. зинда ё мурда будани ӯ маълум нест? ҳанӯз не ҷаноб. қара ба озарбойҷон гузашта нест. ягон дастуре ба ӯ доданӣ ҳастед? акиф, онҳо намояндагони созмони сиём мебошанд ки бо омонистониён ҳамкорӣ доранд. дастаи раскол бо ҳамлаи пайдарпайаш дар озарбойҷон мехоҳад ки нерӯи моро суст бигардонад. ба қара ёрӣ дар кор аст. агар шумо ҳам розӣ бошед, шамил ва алтекин ба дили онҳо бисёр мувофиқанд. темур, зуд дар алоқа бош. бояд аз ҳама вазъияти фавқулода хабардор бошам. фаҳмо ҷаноб. акам касеро дидан намехоҳад. аз сари роҳам дур шав. шифои комил. заҳмат кашидаи пусад. мо ҳисобиёнро баробар мекунем. ба чашм чашм, ба дандон дандон, ба даст даст мегардонем. ҳисоби ман дигар нест. дигар на бо ту ва на бо балтазар кор намегирам. ба ҷанги шумо кор надорам. дар миёни шумо намеистам. ман гуфтаниям ки дари мо ҳамеша барои ту боз аст.
شفای کامل. سلامت باش. ما حساب این را از بلتزر میپرسیم. نظام این جهان روشیده ویران شده است. یک روز نه یک روز او دستی ما را میبرید. تو اگر سری ما را از او برهانی، ننگ و ناموس هم از تو خواهد بود، شان و شرف هم. تشکر. مکانی او کجاست؟ از کجا رو میابیم؟ به نزدیکی یک جا رو به استفاده میدهند. احتمال همانجا کوچند. مادامه که جشن کشایش داشتن، با تبریکشون میرویم. تو میدانی که چی کار کرده ای؟ وظیفه‌ام را اجرا کردم. سنجش نمودن استنطاق نیست، هرگز مفتش که این. من دشمنی چیزی هستم که آن را نمیدانم استاد رونالد. سروری بیرژه لندن اینجا می آید. او برای ملاقات با مراد فردا اینجا می آید. نخست او با من وامی خورد. من به او چی می گویم؟ برای ما در استنطاق است و او فرصت ندارد می گفتم مگر؟ از آمدن توماس من خبر ندارم و مراد خبر دارد. نه او خبر ندارد. من هنوز به او نگفتم. توماس با شناسنامه ساخته با یک ملاقات مخصوص اینجا آمدن است. امنیتی را میته تأمین میکند. برای به تو معلومات ندادن مرا هم استنطاق کردنی چی؟ من باوری دارم که برای این را انجام دادن سند و مواد باوری بخش باید داشته باشی. اگر درباره مراد پرسیدنی باشی شرط نیست بگویمت که به کی باید حسابات بدهی. به مرگ باران روس و این چونین پیشگیری کردنی مرگ دادستان لیلا و نهایت فاش شدنی عملیات رسکال در ایران به همه‌اش مراد گناهگار است. واقعا خودی او گفته است که از جانب دولت نظارت کرده میشد و تلفن او را گوش میکنند. اگر او این را اعتراف نمیکرد گناه امروزه را چطور پنهان کرده میتوانست؟ استنطاق جانی به همه چیز روشنی میاندازد. مرا با مراد تنها بگذارید. تنها صحبت میکنیم. شما هم. من هیچ تصور نمی کردم که تو را در این حالت می بینم. چی گپ است مراد؟ از آن روزی که شما مرا بران انتخاب کردید مارگریت به من فشار می آورد. مفتش که این غلط می کند. من به هیچ کس خیانت نکردم. مرا از اینجا برارید.
باور بکن این را من از تو زیادتر میخواهم اما این کارت به استنطاق تو دخالت کردنی نیستم. گذشته از آن اگر آن گپایی که تو به من گفته بودی راست باشند همه چیز اندک پس روشن میگردد. به نظر من به این هیچ احتیاج نیست. هر چی میخواهید پرسیدن گیرید. گذشته از این همه چیز را من به شما گفتم. میدانم مراد، اما دلیل و اسناد همه نادرست باشد. شبه ها هم برطرف می شوند. برای هممان این خوب می شود. برای استنطاق آماده ایم جانی. اندک پس جناب. من پوسد چخیرم. کسی که از حیاتش رو میدارد درست رفتار کند. بالتزر در کجاست؟ بالتزر کنی تو را میپرسم ای سرخ بزیری شکی در اینجا نیست. من هم میدانم که او در اینجا نیست. پس در کجاست؟ نمیدانم. دستانتان را بردارید. ما اینجا نشستنی نآمدیم. تو میدانی؟ با خدا نمیدانم اکا. تو میدونی؟ نمیدانم. تو چی؟ با خدا نمیدانم اکا. یعنی تو هم نمیدونی؟ ای کلغاز، باری دیگر در دست نیو در سرهاتون میخورید. با صاحبتون میگوید که پوسات آمد. فراموش نکنید.
هر کس به نوبت یک بار خود را میپراند. امکانیت تیر خوردن در دفعه اول 16% است. در نوبت دوم 20%، در نوبت سوم 25%، در نوبت چهارم 33%، در نوبت پنجم 50%، در نوبت آخرین 100% است. آماده هستید؟ وقت برگشته به حیاتش پدرود میگوید. تو هواداری کی هستی؟ هوادار این شخص طرف چپ. او هم سوریگیست؟ چی کار هم میکردیم؟ حیاتی از همه بیارزش همان جاست. پولگزاری قطع می‌گردد. نوبت اول. نوبت دوم. با اینها چی میدی؟ 10% پول را میدهم. پولی که در حیاتشان ندیدم. نوبت سوم. نوبت چهارم 33%. خب ببینیم چی کلمه شده باشد. زودتر باش. نوبت پنجم 50%. زودتر باش. زودتر باش. اکا پوساد به قمارخانه هجوم کرده، همه جا رو گرفته است.
ба дасти ҳама тир задааст, ба хун хун, ба даст даст гуфта будааст. синек пусак бояд дар паси миз бишинад. барои бозии дигар пулҳо гузошта мешавад. آماده است. برای جواب دادن حاضر است جناب. تو برای کی کار میکنی؟ مانستان شوالیه. ملاقات با رسکال با خواهش کی بود؟ اکیف. اکیف را از کی میشناسی؟ اندک پیش از بران انتخاب شدنم. من به هر چی که میخواستم طفیل او موفق شدم. اولین عملیات مشترکتان چی بود؟ عملیات میزنجی که ایگور میخواست. ایگور را تو کشتی؟ نه. اکیف. جای بران روس را تو با اکیف گفتی؟ آره. تو میدانی که در پشت اکیف کیست؟ پیران. تو را میانی ما پیران پرتافتند؟ آره. چی طور؟ با خواجه در جوانی هم شناس بودم. ایدیال های ما با هم سازگار آمد. پیشنهاد او را به خاطر مأمور دولتی گشتن پذیرفتم. میان شما در آمدن نقشه او بود. اگر بخواهید سوالهای آید پیران را من پرسم. از آن توست. خواجه در گذشته با پیران کار میکرده. حاضر و عضو هیئت است. من در چارچوبه هیئت به او وابسته بودم. نایب را میشناسی؟ عبدالحی بود.
او مرده است. حاضرش را بگو. بگو. نمیدانم. پیر بزرگ کیست؟ کیست پیر بزرگ؟ آرام باش جاهید. جانی دازه را بلند بکن. پیر بزرگ کیست؟ جناب باید قطع بکنیم. او را از دست میدهیم. اندک پس دوام میدهیم جاهید. چی گپ شد؟ کو بگو یک تا با یک تا. شما همان وقتی که در عملیات ایران بند بودید با سلاح و با ازدحام در آمده بودند. با کسی چیزی نشد اما آقایمان را گرفته بردند. مادامی که آنها به هیچ کس دست نرساندند ما را انتظارند. او را کجا برده باشند؟ از همان لحظه بردن آقایمان تمام مکانهای کمال‌الدین را دیدیم. او را در هیچ جا نیافتیم. اگر او ما را انتظار باشد بهترین جای بیخو برای او کلیسا است. او یک جای مخفی دارد. با موردهای ضرورت همانجا می رود. آنجا بسیار خوب پاسبانی می شود. پس چی ایستاده میوز؟ بیا که من تشنه شدم. ولی آنجا در آمدن کاری آسان نیست. بسیار مشکل است. ایوز اگر آب نوشیدن نتوانیم پس شربت شهادت میچشیم. از این هیچ جدا شده نمیتوانی؟ بهوده پنهان نکن. از وجاهتت معلوم است که فکر و ذکر تو همه با عقای پولاد است. من درباره هیچ کس فکر نمی کنم. من همین طور هم خوبم. من میفهمم که برای تو بسیار مشکل است. به نظر من هنگام پزمان شدن دوستانت و کسانی که به آنها اعتماد داری آنها را باید به اینجا دعوت بکنیم بیایند.
علیرضا سلام. این آدم برای چی باز آمده است؟ میگویند که باز برف میبارد. هوا هم نشانه های برف را دارد. راه ها بند نشده، شهر برویم. میگویند برای خرید. شما یگان چیز میخواهید؟ سلامت باشید. ما به چیزی احتیاج نداریم. علی برای خرید برآمده است. شب نشده برمیگردم. سلامت باش. بسیار خنک است. نفس انسان در این هوا میگیرد. با دقت بودن در کار است. او از تو پول میپرسد. چه پول میپرسد که برای شکار ساچمه خرد؟ این آدم چرا اینقدر به تو چسبیده است؟ نمیفهمم. این آدم تنهاست. او مرا دوستش میحسابد. این چی بدی دارد؟ این را فهمیدن هیچ ضرور نیست. بیا. birja hozir past آمده است. بفروشه. مایلش. عکیف همه آماده شدید؟ بله جناب. عملیات را میتوانید آغاز کنید. فهمو جناب. تیز باشید، عملیات را آغاز میکنیم. بعد آن آدم را گرفتن طوری میکنی که از این خبر تمام دنیا آگاه شود. فهمیدم جناب. از این بابت در همه جنگ و جنجال های مالیوی حضوری حتمی ما را اعلان داشتن از دستاوردهای ما خواهد بود. حاضر خبر پخش می شود. آره، کمی پیش به استانبول رسیده. خیر، میگویی که بیرون از شهرم. کسی اینجا بودنی مرا نمیداند. برای ترقیات اقتصادیاتش در دوره های آخر ترکیه از ما باید سپاسگزار باشد. پروژه های ضروری همکاری را باید به امضا برسانیم. چند اینجا می شود. چند جلسه هم دایر خواهم کرد.
امداد یاری دید. چطور یاری دهیم جناب؟ با ما بیایید. شما میدانید که من کیستم؟ بله البته. اگر به من ضرر رسانید سرتان در بلا میماند. مرا رها بکنید گفتم و سرتان بلا نخرید. ما نیتی به شما ضرر رساندن نداریم. بفرمایید. مادامی که به کشور ما آمده اید یک سیاحتی کوتاه برای شما در استانبول تشکیل کرده ایم. مرحمت بفرمایید. میرویم کاپیتان. بالتزار، یک گروه دیوانه ها بودند. وقتی تو گفتی من باور نکردم. این صحنه رولت به ما پول فراوان میارد. در آن بنگی هم هست، از جان خود گذشته هم هست، قرضدارانی از قرضشان گریزان هم هستند، مردمی از جنگ فراری که میخواند حیات نو برپا بکنند نیز هستند. خیر، من او آدم ها را میفهمم که مردمی بی‌عاقبتند، اما تماشابینان چی درد داشته باشند؟ این طور نگوی متیبای. 1000 سال پیش محاربه های گلادیاتورها را تماشا میکردند. 100 سال شد که بکسیارها را تماشا میکنند. حالا باشد اینها را. من جسارت تو را تحسین میکنم. با شرافت شما. یگان خواهش از من داری بالتزار؟ یک مشکل داریم. حسد شقیر. او با یک جسارتی فوق‌العاده به مکان من هجوم کرد. معلوم است که در پشتی او کسی هست. من خودم حل میکردم اما به خود اندیشیدم که شاید به شما ارتباط داشته باشد. پسری چقیر، پولادو را در کگت چای کش مانده بود که به این کارها سر و کار نگیرد. من تحقیق میکنم که او را کی به این کارها تلقین کرده. شاید او بابا و پدرش را پزمان شده باشد. بالتزار، جناب اوکان زنگ میزند. خب میبینیم. چی شد اوکان؟ بی‌هنرها. کمتری دیگر اگر دوام بدهیم میمورد. ما حالا مقرر نکردیم که کی پیری بزرگ است جاهید. آنها میدونستند که یک روز نه یک روز به این وضعیت دچار میآیند. برای همین شاید به او کی بودن پیری بزرگ را نگفته باشند. او را به هوش بیارید.
جناب وضعیت ناهنجار است. میستر توماس را دزدیدند. کیگتی دزدیده است. همه جا را دیدیم، لیکن نشانش را نیافتیم. شاید فهمیدن میخوان که اینجا با کی در چی خصوص ملاقات کردن آمده است. هر معلوماتی که به دست میارند شاید به عملیاتی که ما بهار انجام دادنیم ضرر برساند. برای امنیت توماس تو جوابگر بودی مته. این غلط حیاتی تو را شاید محو کند. من هرچی توان دارم برای یافتن او کوشش میکنم. تمام امکانیت و شناسایت را استفاده ببر تا با کیگتی تماس بگیری. داد و گریفت برپا میکنیم. گویا که در دست کازر داشته باشیم. مراد خوش آمدید جوانان. خوش باشید اکا. وضعیت چی طور است اکا؟ یک نقشه میکشیم. احتمال قوی میرود که آقای بختیار را آنجا نگاه میدارند. به اینجا دو راهی درآمد است. یک تاش در اینجاست، دیگرش در آنجا. ما از اینجا وارد میشویم. همین طور نه ایواز؟ بله اکا. این رفیقان از پشت شور و ولوله برپا بکنند. در درون یک چند دوستان ازبک داریم. هنگامی زد و خورد به ما یاری میدهند. یگان چیزی نافهما هست؟ پس بیاید بیرویم. به این طرف گذر. تو اینجا بیمان. این طرف گذر. گذر پسرم. گذر پسرم.
یاری بیده با من. یاری بیده. یاری بیده. بیایید زودتر. انتظار میشویم. آمدند. فهمیدم، می آیم. صبر کن ایوان. با یاردم نمی رویم. من میفهمم تو برای از قره اختصاص گرفتن بیقراری، اما بگذار کمال الدین کمتر خسته شود. پاداش خطای خود را اول او بگیرد. ضربه آخرین را رسکال میزند. تو در رو نظارت کن. برخیز گفتم به تو، برخیز. زودتر باش. نزدیک نشوید، میپرانم. فهمیدیم. آرام باش. فرار سلاحت را. سلاحت را پرتو. فکر کن که از اینجا خلاصی نداری. بسیار گپ نزن، پرتو سلاحت را، وگرنه میپرانم. فهمیدم که میکشته. فهمیدم. راه گرد. پدر! پدر! شمیل، ما را حمایت بکن. شمیل!
شمیل زود باش شمیل زود باش شمیل قره تو را انتظار میشوم بیا امانتت را بگیر فهمیدی که چه عیب داشته است؟ هیچ نمیفهمم که عیبش در کجاست. نو از سرویس برآورده بودم. اکنون موندیم در این کوهدامن. خیر دیگر چیکار میکنیم؟ چی شد؟ یگان مشکلی داری؟ نمیدونم یکی از کار موند. من یک بینم. تگ رادیاتور شکاف شده است. اگر موتورش کار هم بکند زود از کار میبراید. این را باید کشیده ببرند. کمی دورتر جای بنزینگیری است. اگر بخواهید میبرمتان. از آنجا به سرویس زنگ زده آمده ماشینتان را میگیرید. نه سلامت باشید. سرویس را منتظر میشویم. تا آمدن سرویس وقت بسیار میگذرد. یخ میکنید اینجا. هوا هم تاریک شدن دارد. هوا که تاریک شد اینجا خطرناک میگردد. چیکار میکنیم؟ من دیگر اینجا انتظار نمیشوم. عقلا ما رو تو همون جای بنزینگیری ببرد. برای شما زحمت نشود اما دیگر علاج نداریم. هیچ گپ نیست. خواطر نشو همش نقل نشود. بیا رفتیم. سفرها بخیر. گفتم چند روز استراحت برویم. از خویش و تبار گریختید یعنی؟ تعطیل بگوییم بهتر می شود. من یک درد دارم.
برای چی از راه بر اومده؟ چرا به این طرف میرویم؟ در پیش راه محکم است. در اینجا علاقه نیست. بفرمایید خواجه. مراد را مانستان شوالیه فاش کرده است. میدانید که در کدام وضعیت است؟ میخواهند که او را با سروری بیرژه لندن عوض بکنیم. فهمیدم. هر چی ضرور است میکنم. تیمور اینجا بیا. با شما گپ زدن میخواهند. گوش میکنم. عکیف، مراد در دست مانستان شوالیه است. فاش شده است. پیری بزرگ میخواد که آمادگی برای عوض کردن او با سرور بیرژه لندن بگیره. شد تیمور، فهمو. همین قدر سیاحت استانبول بس است. کاپیتان، به جای لازمه میفراییم. اگر بپذیرند برای هر دو طرف هم سودمند خواهد بود، اما اصلا هر دو طرف باختند. بردی ما این است که چند دلیل از استنطاق گرفتیم، خواجه را فاش کردیم. عجبا مگر آنها توانسته باشند که از توماس درباره ملاقات‌های خاصه پنهانی او یگان چیز بفهمند؟ در حقیقت مراد را میدهیم. فهمیدن خواجه و معین کردن خائن بس است که این ما با جان توماس توکل کردن نمیتوانیم. از KGT خبر رسید. پیشنهاد عوض کردن را پذیرفتند. فهما، هر چه زودتر آمادگی بگیرید. من نمیخواهم مشکلی ایجاد بشود. نگران نباشید. این را من خودم شخصا تحت نظارت میگیرم. عملیات را همراه جاهید میگذرانید مته. نقشه تعطیل را تو کشیده بودی، نه؟ البته تو نقشه کشیده ای.
دختر زیبا، شاید در تعطیل برای خانه‌داریت از او خواهش میکردی؟ یا تو این زن را فریب کردنی چی؟ ای، با کی میگویم؟ نه تو خواهشی خانه‌دار شوی از او میکردی. باور دارم که بسیار خوشبخت میشدید. اصلا همه چیز طبی دلتان میشد. جامدان ها را ته میکردید و به کسی چیزی نگفته راهی سفر پیش میگرفتید. کو ببینم تو چقدر طاقت داری؟ کنی یک بخند. نه میخیل علیرضا، من هم نزدی تو رفتنی بودم. تو ایستا، من مالت را بیارم. ماشینی بسیار خوب. برای تعطیل برآمدن استفاده میبری؟ بعضا در سفرهای دور و دراز آن را استفاده میبرم. اگه اگر خوشم آید ایستاده شب را روز میکنم. رو یک دو قدح بیار تا جشن گیریم. من گفتم که هوا تاریک نشده ماشین را تازه بکنم. مدت دور و دراز که نگاه و بین نکنم هر جا زنگ میزند. خوب، من وقتی تو رو نمیگیرم. باز از کار دیر نمونی.
بچه های در وقفت بوده از سوریه آمدن گفته بودی دخترم. بله. خداوند عمرت را دراز کند. چی کاری خیر تو میکنی دخترم؟ اما من هم هرچی کشیدم فرستاده میتوانیم. همه بسیار خرسند میشوند الیف جون. بیبیم همه رسم های کشیده مرا به صندوق مانده است. بیبی جون من رسم هایم را که با رسم های علی در صندوق است میتوانم ببینم؟ البته دخترم. با همراهی عمه صفیت رسم ها را تماشا میکنیم. خیر بیایید. رسم های من در درون این است. بسیار خوب. کنی ببینم؟ جوهید. бобои умарҷони ман, шояд баъди тамошои ин навор ман дигар дар ҳаёт нестам. аммо то расидани хабари марги ман барои пинҳон доштани ин касета аз шумо беҳтар касе наёфтам. бобоҷон ва шахсони дӯстдори ман, медонам ки шумо бар ман хашм гирифтед ва гумон доред ки ман хиёнат кардаам. сабаби ҳамаи ин кардаҳои ман як чиз аст: интиқоми акамро гирифтам. медонам ки ба ман хашм доред ки барои чӣ ҳамроҳ мубориза набурдем. шояд шумо ҳақ ҳастед, вале ман танҳо мубориза бурданро тарҷеҳ кардам. агар шумо ин наворҳоро мегиред, бидонед ки ман дар роҳ ҳастаму интиқоми акаи Пӯлодро низ гирифтаам. дар роҳи сафарам ман агар дӯстонро ранҷонда бошам, дили ишонро шикаста бошам, ҳатто шояд зарар расонда бошам, аз онҳо пеҳил мехоҳам. меҳру муҳаббати шумо кафани ман хоҳад буд.
ҷою замони иваз карданро мете медонад. ман мехоҳам ки ту ҳам дар иваз кардан иштирок бикунӣ, то ягон нохушие рух надиҳад. фаҳмидам. با اجازت شما. گوش میکنم صفیه. جاهید خوب هستی؟ خوبم صفیه. یگان گپ شده است؟ نه هیچ گپ نیست. حاضر یکدیگر رو دیده میتوانیم؟ نه حاضر کار دارم، اما شب میتوانم. تو میتوانی؟ مالش کدام ساعت گویی میشود. تو تنها وقتش رو بگو بس است. که باشد میشود. خب میبینیم. تو بزدید. باز چقدری دیگر تو را انتظار می شویم؟ با من میگوی که قره چی کار میکند؟ برای چی یکی استگی سنگ میبراید؟ برای چی او در همه جا حاضر است؟ یکی میبینی که در گرجستان است، یکی میبینی که خبرش از ایران میآید. امروز در آذربایجان است. بس است ایوان. تا این سگ به من نگوید که قره چی کار میکند بس نمیکنم. قره در گرجستان پدری مرا کشته است. برای زنده موندن یگان دروغی دیگر داری؟ دروغ نمیگویم. برادرت زنده است. بسیار خوب. اگر پیداش بکنم نقل میکنم که چه خیل قصاصم را گرفتم. لازم نیست. او تو را مییابد. بس است ایوان، او را میکشی. اگر مراد هم چیزی نمیگوید. ولی من کسی را میدانم که مرده را هم به گپ میدرارد. کی؟ دندان پزشک گالندی.
این را به سوریه ببر. از آنجا به گلنده میگذاری. قره به اونجا چطور می آید؟ من از آنجا خبر پخش میکنم، او خودش به پیش تو می آید. غیر از این تو آنجا خوب محافظت میشوی. ارهان تو در کجایی؟ ҳамаи нақшаҳои кашидаатонро об бурда киф. бо ин қадар хато туро чӣ тавр дар он курсӣ нигоҳ медоранд намедонам. ҳарчи аст ҷои ман маълум аст. аммо ту ба ҷои худат нигоҳ кун. гӯши монистони шивалӣ. меравем ҷоҳид. ҷанҷолро ба дигар мавриду ба ҷои дигар мафхоб гузоред. томас бой чӣ таврид шумо? ба фикрам ба шумо ҳеҷ зарар нарасонданд. ба ман ҳарчи зудтар як телефон бидиҳед. устод роналд куҷост? шуморо интизор аст. бифармоед. хуб асти мурод? хуб нестам. ман ба ту гуфта будам ку ҳамин хел мешавад. муҳимаш ин ки ту зиндаи мурод. ба онҳо чӣ гуфтӣ? маро истинтоқ карданд. аввал ҷоҳид пурсид. ба умеди раҳо ёфтан ба ҷоҳид гуфтам ки бо пирон ҳамкорӣ дорам. ӯ чӣ гуфт? ҳеҷ чиз нагуфт. пас он маро ба ҳуҷрае ки ҷиҳозҳои электронӣ дорад бурданд. он сохторро медонам. ҳар чизи дар ту бударо гирифтаанд. تیمور، من باید با پیری بزرگ صحبت بکنم. جناب، قره با شما صحبت کردن میخواهد. مایلش.
جای شمیل را یافتید قره؟ فهمیدم که شمیل را سوریه بردند. من با آبتکین آنجا گذشتن میخواهم. قره برگشتنتان خوب است. نماینده ای سوریگی همان همینجاست. با عملیات با او همراه آمادگی میگیرید. خوب شده از پولاد. نغز هستی عبدال؟ ارهان آمدی دوستم. عبدال تو بسیار نوشیده ای. بیا درون بیدرویم. خنوکت میزند اینجا. پراکنده شدم ارهان. پراکنده. من جاهی تو همه امان برای اکای پولاد. ای عبدالهای بیا. تو باز از همه ما دورتر شده ای. هی اگر حال اکای پولاد نبود سرفرای شما رو میرفت. خیز بیا اکا زودتر بیا. янга дидед ин паҳлавонро? ببین لالا این دوستی دیرینه من ارهان است. تو گفتی من دعوتش کردم. با درون درآیید. ای باشه اویسته اویسته. با تو شراب را همان آدم داد. علی علی تو خانه آن آدم را میدانی؟ میابم ینگا. من با او دو سه دهن گپ دارم. انا همین خیلی ارهان. نگاه کن. اکای ارهان این رو بگیر و با زخمش بیمون. ما یک جا رفته می آییم. بیا رفتیم علی. ارهان من با تو یک چیز میگویم. بگو عبدال. اما با کسی نگوی. آره با هیچ کس نمیگویم. اکای پولا زنده. البته خواب خوب بوده است. از نام من هم سلامش بگو.
акнун чӣ мешавад? дигар дар туркия зиста наметавонӣ. хориҷа ҳам биравам, онҷо маро зинда намемонанд. шояд бо шиносномаи дигар имконпазир бошад. акиев дар куҷои ту? ҷаноб, бо мурод дар кгтем. боварино ки аст инҷоро беҳтар донистам. акиев ба инҷо биё. итоат ҷаноб. қарори дурустро барои ту пир мебарорад. ҳоло бо иҷозати ту бояд равам. صفیه تو خوب هستی؟ تو برای ملاقات با من خواهش کردی و اما یک کلمه گپ هم نگفته ای؟ یگان مشکلات داری؟ من باید بعضی چیزها از تو پرسم جاهید، اما از تو تنها راست بودنش رو میخواهم و خلاص. خواهش میکنم به من راستش رو بگو. برای گرفتن قصاص حکم وارد مانستان شویله شده ای، همین طور؟ این گپ باز از کجا برآمد؟ باید راستش رو میگفتی جاهید. خواهش میکنم تو تنها جواب درست بده به من. چی فرق دارد صفیه؟ مقصد من در آمدن بود، در آمدم. برای این مرا استفاده کردی. دوستی نزدیکت را با سلاح تهدید کردی. تو امکان دادی که همه تو را خواهیم بگویند. جاهید به من راستش رو بگو. همش به خاطر ستاندن قصاص حکم بود، همین طور نه؟ آره. آخرین چیز رو میپرسم. التماس به این جوابی پر را بده. من رو تماما دوست نمیداشتی. دوست داشتم. من هم تو رو دوست می‌دارم جاهید.
باز چقدر انتظار میشویم چقیر؟ تا سحر انتظار میشویم. بیاید کمتر دیگر انتظار میشویم. اگر نهایت بعد هجوم میکنیم. والتزر کمی پس میآید. نه یگان گپ شد خبر دهیم. خوب شده است آقا. کمتر پس می آمده است. همه آماده است. همه آماده پسر. رفتیم. کجا غیب زد این جوان به خود می گفتم. من از سحر باز انتظارم. بالتزار فرارید سلاحتان را. پوست بیایید مسئله هایتان را سر میز حل بکنید. بازی امروز را موقوف بگذارید. امروز تنها من و پوست بازی میکنیم. بازی را با یک طرف گذار. ما باید بعضی مسئله ها را حل کنیم. هم بازی میکنیم هم صحبت پوست. باز فریب نخوریم. این کدام بازی را میگوید چقیر؟ اگر زر نباشد دیگر هر بازی کند او را میبرم. سنگ پرتایی برای چی؟ برای رولت. یعنی تو رولت میگویی؟ چرخ در کجاست؟
همینجاست. سینک، تیر پوست را بیار. هر کس به نوبت یک بار تیر خالی میکند. در نوبت اول امکان تیر خوردن 16% است. در نوبت دوم 20%. در نوبت سوم 25%. در نوبت چهارم 33%. در نوبت پنجم 50%. در نوبت آخرین 100% است. آماده اید؟ بخت برگشته به حیاتش پدرود بگوید. چیکار میکنی چقیر؟ هر کی خالی کم گرفت او آغاز میکند پوست. نوبت چهارم است. امکانیت 33% است. نوبت پنجم است.
امکانیت 50% است. акиф ба мурод бигӯ ки бо наздиконаш хайру хуш кунад. мурод ба ҷоҳид гуфта будааст ки бо пирон кор мекунад ва эҳтимоли қавӣ меравад ки хоҷа ҳам фош шудааст. амнияти хоҷаро ҷиддитар таъмин бикун. майлаш, вале акнун чӣ кор мекунем ҷаноб? акнун аз нақшаи ҷоҳид бояд огоҳ бишавем. вақти бо ҷоҳид тамос гирифтани ман ҳам фаро расид. чунон ки қавл дода будам як муҳлат ман худро аз туркия дур мегирам. писарам? модар, туро бояд аз ҷаҳолат гирахонем. инро ба назди британӣ фиристонед. амалиёт сар мешавад. дар навбати охирин 100%. ҷоҳид ту чӣ кор мекунӣ ту? чӣ кор мекунӣ? ба ӯ чӣ медиҳӣ? ҷоҳид намедонам. رفیقان ما را حلالش آباد. ба наздикӣ видеоклипҳои нави олими ҷумахон дар диёри афсонавӣ дубай таронаҳои ҷадид оҳангҳои марғуб داری شیری کجایی چرا نزدم فریادم رساخیر جفا دیگر بساخیر با فریادم رساخیر جفا دیگر بساخیر با سبک و اسلوبی تازه به نزدیکی دسترسی شما می‌گردد. برگشت بیاد آمن منتظرم انتظار باشید. بهترین سالهای حیاتم در همین جا گذشتند. در همین جا هم روزهای خوب را دیدم، هم بد را پس سر بردم. همیشه به خانه به خاطر جمع آرام میرم. استودیا ارش تقدیم میکند. نجوم مرا با اینها فروختی حالا ایستبله؟ آنها از یگان جنایتکار نمیترسند. مرکز گوش میکنم. در وقت در اومد دونچه یک دوستش خلاص شد. جدا شوی دشوار بود؟ بله خیلی دشوار بود. میبینم که گریه گلو گیرت میکند. آنها قانون را حمایه میکنند. بر ضد جنایتکاری مبارزه میبرند. و من از آنهایم که تعقیب کردیم. داشت بی سرطان بالای تو حیات ما را به خطر میگرداند. اکنون دخترم در برای خودت هم فکر کن. یگان جوان خوب را یافته به او خانه دار شو. برای به شوهر برآمدنم حداقل باید عاشق شوم. عشق شیرین است. جان فدایی در راه عشق. به نزدیکی اما چیزی نمیشود. فهمیدین چیزی نمیشود. حامیان قانون در سلسله فیلم نوی جان فدا.
اگر نمرده باشد چی؟ هیچ کس کاردار نشود، نزدیک نشوید. شیر بچه همکش رو کشتنی، ولی پیش از این همش رو گپ میزنیم. عشق پاکی من چنان مستحکم است که همه دشواری ها را عبور میکند. به تو باز یک فرمایش دارم. ابر زیادتی است.